عجب خیلی ناقلا شدی ها. حالا کی برات گفته؟ نه حالا من یه دونه با سلام و درود به به ران پرفتوه پوته روان پرفتوه و پرس سلابه و پر سلابت امام قر ام القرای امت چی؟ ام القرای ام القرای امت کفنبوشر اهل قدس قدس روح شریف کفن پوش روح قدس روح شریف رزو آن الف سه نقطه رزو تعا لی علی تعالی علیه. بله 17 سال پیش در صبح آکنده از ضد حال و صحنه های ارتحال صدا و سیمای جمهوری اسلامی خبری بدین مضمون پخش کرد: پشم‌های گوسفندهای مرینوس در استرالیا بر اثر یک بیماری صعب العلاج فرو ریخت. نه این نبود خبر قبلیش بود. سیرابی همان گوسفندها صبح روز بعد در طباخی شاه غلام سرو شد. نه اصلا نمیخواد اینو پخش کنی. من خودم میگم. بابا امام مرده، بعد رفتن کفم پوش شده، بعد صحبت پشم گوسفند و سیرابی رو میخوام 100 سال صبر نکنم. چطور دلت میاد امامو ول میکنی به گوسفند میچسبی؟ پخش کنین آهاد مصاحبه مردم رو بریم درباره امام چی میگن. محمود جان تو خیلی وسط اخبار داشت خندم میگیره میگه گفتی یه بار دیگه بگو جان. بزن محمود بزن بابا، پاتو ارون گاز مردا دیگه. بزن استاد ببخشید، ماشین تو بذار رو چال. اومدم بذار رو چال. در سال روز رحلت امام میخواستم نظرتون رو راجع به اون امام همام بپرسم. امام؟ این امامی که میگه الان لوازم یدکیش پیدا نمیشه، خیلی سخت گیر میاد. بعدم که اصلا به درد خیابونای تهران نمیخوره. من خودم اول انقلاب که اومده بود دیدم امام چیه، لگن بود قربونت برن، رادیاتور سوراخ، از اون برم که اگزوزش آبکش بود، بعدم که یاتاقان زده بود، اصلا به درد این کارا نمیخورد. این امامی که میگی جلو بندیش هندیه، موتورش انگلیسی، ولی خب گفتم به درد خیابونای اینجوری نمیخوره. به همین خاطرن که آخرش چهارچرخش رفت هوا آب روغن قاطی کرد، دیگه به درد این کارا هم نمیخورد. اما این ماشین میخوای، ماشین خوب، من خودم هستم. برو الان ماشینتو بذار رو چال، بذار رو چالا، تو چال نذارا. محمود بزن، در خدمتی. آقا شما امام راحل رو میشناختید؟ ولی من بچه محل نیستم، من تازه از شهرستان اومدم، ببخشید. نه آقا، منظورم زمان رحلت بنیانگذار کبیر انقلابه. ساعت همراهم نیست، معذرت میخوام، زمان نمیدونم الان دقیق. بابا یه چیز بگو دیگه. پول خورد همراهم نیست، خدا بهتون کمک کنه، ببخشید. بچه‌ها مالاتو درست کن بیار. چیکار میکنی ته؟ اوستا امروز روز رحلت معمار جمهوری اسلامیه، چه احساسی دارید در این روز؟ والا معمار که نبوده، این دیگه چارک بوده، بیشتر چارک بوده. حالا خیلی دیگه بهش التفات کنیم میشه نیمه. اما در کلیت هر جا که این دیواری که ساخت خشت اول رو کج گذاشت تا ثریا، اما این دیوار چی کج رفت. کلا آدم بی‌ملاطیه. این امام که میگی آدم بی‌ملاطیه، سیمان قاطیش نبوده، یعنی همش دوغاب بوده. به خاطر همینم معلوم میشه دیواری که ساخته فوت بکنی میریزه دیگه، بیشتر هم خودش به درد
لا جرز دیوار میخوره که بذاریش لا ملات و 2 تا آجر هم بذاری روش که تمام شه بره. همین که رفت یا آسمون خراش درست کرد. آسمونش همینه که میبینی بیرونه، خراش هم همینایی که دارن کار میکنن دیگه، دارن سفیدسازی دیوار نظام جمهوری اسلامی رو میکنن با مهرورزیشان و با این احمدی نژاد داره دیگه، چه میدونم اینا دیگه. حالا من دیگه صحبت دیگه نه. بچه‌م ملات رو درست کن دیگه. آقا شما درباره خصوصیت‌های امام چند کلمه صحبت کنید. امام نمیتونم آقا، نمیتونم. خب شکلت دارم، نمیتونم صحبت کنم. آخ بمیرم چه احساسات پاکی. بگو، بازم بگو. بابا جون نمیتونم، میسوزه همه هستی میسوزه، نمیتونم. دل داغدار منم میسوزه. از دل سوختگی هات بگو. بسیجی چیه بابا؟ بسیجی باباته. من دارم این پیاز رو پوست میکنم، چشام داغون شده، داره حدقه در میاد، اشکم در اومده، تو میگه امام کیه؟ برو وای نستن اینجا، وگرنه میزنم همچین تفتت میدم که همچین ته بگیری ها. بله دیدیم که چطور آحاد امت بانشات و غیورمان در سالگرد امام آن پیر باغ هپروت را توصیف کردند. و من حالا با قطع شعری از همان شاعر آشفته امامه اخبار این ساعت را به پایان میرسانم. من تو خال لبت ای موش پدیدار شدم، چشم قرمز شده دیدم و بیزار شدم. رفت محمود سر قبر تو دوش، گفت بی حکم تو بدبخت و گرفتار شدم. صحبت کردن از امامونم بعد از این همه سال خیلی سخته. آدم زیر هجوم خاطراتش دلپیچه میگیره. اصلا اونقدر شرایط خطیر بود خودمونم نمیدونستیم کدوم بیمارستان باید ببریمش. بیمارستان قلب بریم، مغز بریم، سوانح سوختگی بریم. امام اون روزا خیلی بد سوخته بود. به قول آقای احمدی نژاد که میگفت ریخته بودن همونجا که میسوزه. خلاصه دیدیم یهو امام در رو وا کرد، با بیژامه اومد تو. سری من و حمید شپش 3 امامو گرفتیم، پرده آشپزخونه رو کندیم انداختیم روش. گفتیم خودتو بپوشون. ناگهان امام خودش خیلی کلک بود. تا اومد دوربین که دید گفت لاکن دوربین روشنه. پرید گفت منو ببرید رکوع سجود پشت هم دیگه. فیلمی هم میومد ناکس. حالا 2 نفرم تنگشو گرفتن که نیفته. نمازو که زد به کمرش، آقا نشست ریموت کنترل گرفت دستش، گفت یه فیلم هندی بذار حال کنی. امام خیلی فیلم هندی دوست داشت اون موقع. یاد بچگیاش میافتاد فیلم می‌کردن. ما هم براش گذاشتیم دیگه، این چیکیدن هم برو که بره. جواد آقای ننه مردم که 3 تا کار بیشتر بلد نبود. یا گریه میکرد، یا مثل خرس میخوابید، یا خیار پوست میکرد. امام از اونجایی که روزهای آخر این دستش به اون دستش هی میگفت غلط کردی، غذا هم که میخواست بخوره 16 تا قاشقو کثیف میکرد. اونو بذار اونجا. اونو ور ندار آخه، اونو ور ندار. احمق بهت میگم اونو بذار اونجا، اونو بذار اونجا. اون دست نزن. ببین قاش نکن. اونو به سر جاش. یا امام خوبی باشی خب. اونو به سر جاش. اون آخر کاری ها همه چی امام قاطی پاتی شده بود. قطره دماغشو میریخت تو چشش، قطره چششو میریخت تو حلقش. بعد دیگه جوری شده بود 60 پاش با دماغش جابجا شده بود. عدسه که میکرد دمپایش دلنگی میپرید بیرون. یکی از تفریحات امام این بود که زنگ میزد این برانور مزاحم تلفنی میشد، فوت میکرد، بالا سوال میکردی خمینی بودی. یکی دیگه از ویژگی‌های برجسته امام این بود که خیلی عشق تیپ داشت. یعنی خفنی عشق تیپ داشت. نه که خودش فکر میکرد خیلی خوش تیپه، واسه همین نصف روز جلو آینه بود، ریششو قشم میکرد. این کنگورک بازی ها. خلاصه سر پیری و
معرکه گیری. روزهای آخر عشقش کشیده بود پاهاشو 180 درجه وا کنه. دیگه کار ما در اومده بود دیگه. 4 نفره میافتادیم روش. ای من بکش اکبر شپش بکش. من بکش اکبر شپش بکش. یه مرتبه به حاجی صاحب گفتیم که حاجی صاحب برید علی رو هم بیارید من ببینم. حضرت امام به علی آقا خیلی علاقه داشتن. علی آقا جانم. بله علی آقا خود من هستم. البته اون موقع کوچیک بودم. بهم گفتن علی کوچولو. قبل از ظهر که وقتی یک مرتبه علی رو بردن خدمت امام و ایشون امام رو دید و امام ایشون رو دید، فرمود رضا ببرش دیگه نیارش. که امام فرمود علی رو ببر که نباشه که من بین خودم و خدا هیچ مانعی رو نداشته باشم. والا اینکه این آقا میگه رو من نمیفهمم منظورش چیه. چون اونجایی که ما وایساده بودیم خدا نبود. حالا من که یادم نمیاد خدا اونجا باشه. اسرائیل بود اومده بود امامو خرکش کنه که ببره. ما هم وایساده بودیم وسط مثل که مانع شده بودیم. آخرش هم اسرائیل ما رو زد کنار و خفت امامو گرفت و برد. بعد روح بلند امامو انقدر کشید که دیگه اصلا از جا در رفت. نه جدی از جا در رفت. از جا در رفت.